خب بسم الله الرحمن الرحیم. ما رفتیم روستامان، یکم لوازم و خرت و پرت از قدیم پیدا کردیم، اینا رو یکم تمیزکاری کردیم، بعدم اومدیم سر و سامون دادیم و اینجا روشن کردیم. حالا این قسمت هم که مشاهده میکنین هم برای روشنایی هم گرمایش خیلی خوبه. اینا حتما چیزای خوبی بگیرن. یک زمانی رفتین کمپی، کوی، بیابونی، لازمیه. جدا از این چیزایی هم که گفتم حتما این در نظر بگیرن. فیلم رو من باب چی گرفتم؟ من باب یکی بیاد قدیما بیفتیم. واقعا قدیما خیلی صفای دیگه داشت، با همین چراغا همه خوش بودیم، زندگی میکردیم. یادش بخیر.